اگه همین امروز 1 میلیارد تومان پول به حسابت واریز بشه چه کارش میکنی؟ اگه بهت بگن فقط تا آخر امروز وقت داری کلشو خرج کنی چه کار میکنی؟ اگه یک جواب درست سرراست و سریع و خیلی خوب برای ریال به ریالش نداری، جوابی که واقعا با اشتیاق بتونی بیانش بکنی، یعنی هیچ پلن و برنامه‌ای در کار نیست و تو حتی نمیدونی واقعا چی میخوای. اگه ندونی دقیقاً چی میخوای، دقیقاً کی هستی و مسیرت اونقدی روشن نیست که همین الان ندونی حرکت بعد چی باید باشه، تو چه انتظاری از دنیا داری؟ تا ابد یادت بمونه بدون یک تصویر واضح هیچی نداری و برای داشتنش لازمه بدونی کی هستی و واقعاً چی میخوای و چی میتونی بخوای. بعد از ویدیوی دروغ قانون جذب، سوالی که بارها پرسیده شد این بود که اول باید ایده و پلن باشه یا اول یک تجسم قوی و زمینی که ایده به بار بیاره. خب این دو همیشه تو یک چرخه رو به بالا با هم حرکت میکنن، مدام همو تقویت میکنن. تجسم روی زمین باعث به وجود اومدن ایده میشه و ایده ها تجسم تو به شدت بزرگتر و واقعی تر میکنن. سلام، وقتتون بخیر آقای عربی. میخواستم ازتون بپرسم که منظورتون از اینکه خواسته هاتون رو روی زمین بسازین نه رو هوا چیه؟ سلام، همونطور که گفتم ما همیشه توی دو وضعیت هستیم، یا grounded یا floated. یا روی زمینیم و کل انرژی فضا رو دریافت میکنیم و کاملا هوشیاریم، یا روی هوا هستیم و در توهم. تجسم زمینی یعنی تصویرسازی که پایه و اساس و ریشه در واقعیت داره و با اوج ادراک 5 حس احساس میشه. وقتی پایه و اساس داره که یا به کل از قبل بر پایه ایده های بزرگ توی سرته و یا تو رو از خود بی خود میکنه که چطور براش به یک ایده برسی. مسئله بزرگی که 99% افراد باهاش مواجهن اینه که به قدری گیج و آشفته هستن که نمیتونن چنین درک و تجسم واقعی داشته باشن. اگه امروز داری با یک مشکل بزرگ زندگی دست و پنجه نرم میکنی، اگه توی زندگی، توی کار یا تحصیل کم آوردی، قطعا نمیتونی یک تجسم روی زمین و واقعی داشته باشی، چون حالا قبل از هر چیز نیاز به ایده داری. بدون ایده پردازی توی این شرایط تصویرسازی زندگی رویاییت فقط یک توهمه و همونطور که قبلا مفصل گفتم چرا، عکس تجسم تو به زندگیت میاره. با قدرت ایده پردازی درست هیچ وقت هیچ جای زندگی گیر نمی کنی، چون ایده پردازی یعنی دیدن نه یک راه که 100 راه رسیدن به خواسته هات. و مسئله مهم اینجاست که تازه بعد از این ایده پردازیه که اصلا میتونی ببینی واقعا چی میخوای. خبر عالی اینه که بزرگترین ابزارهای ایده پردازی جهان درست در مقابلتونه. من از سال 97 در اختیارتون گذاشتم. یک کتاب که چکیده یک دوره تقریباً $1000 دانشگاه استنفورد آمریکاست که امروز بیشتر از 10 ساله که در حال برگزاریه و با اعتبار نام استنفورد هیچ فردی توی دنیا جرأت گذاشتن نام کلاهبرداری یا هر برچسب دیگه روی این متدا نداره. اگه همون سال 97 اقدام به انجام تمرینات و استفاده از ابزارهای این کتاب به صورت مداوم کردی، الان هیچ چیز زندگیت شبیه قبل نیست. به قول استاد بزرگ من جیم ران، ایده ها زندگی رو تغییر میده. Sometimes all you need is just one more idea in a series of good ideas. گاهی کل نیازت فقط یک ایده خوب دیگه است. فقط یک ایده دیگه که تمام تلاش ها تو، ایده های خوب قبلی تو به ثمر میرسونه. یک ایده که آخرین شماره رمز گاف صندوقه. شیوه درست ایده پردازی و طوفان فکری که توی دوره و کتاب Designing Your Life معرفی میشه، قدرت تولید بی نهایت ایده رو در اختیار میذاره. تو و اهدافتو مثل بلور شفاف میکنه و ابزار پاسخ کل سوالات تو به دستت میده. اینجا میخوام یک بخش از کتابو بشنوی.
تا انتخاب‌های زیادی برای آینده‌های ممکن زیاد به سراغت آید. موضوع ساده است. هرگز نخواهی دانست چه می‌خواهی مادامی که ندانی چه چیز می‌توانی بخواهی. پس اول باید ایده ها و احتمالات بسیار زیاد تولید کنی. مشکل را قبول کن، گیر کن، از آن بیرون بیا و ایده پردازی و ایده پردازی و ایده پردازی کن. از تو می‌خواهیم از قفس واقع گرایی بیرون آیی و جرأت ورود به دنیای بزرگ و با شکوه چه می‌توانم بخواهم را داشته باشی. وقتش رسیده که گیر کردن را به آغوش بکشی. گرانت گیر کرد، شارون گیر کرد. همه ما یک جایی از زندگی گیر کرده ایم و این درست جایی است که ما به ایده پردازی نیاز داریم که عبارت قشنگی برای رسیدن به ایده های بسیار زیاد است. ایده های جسورانه، ایده های احمقانه. به تو یاد می دهیم بیش از آنچه در احتمالاتت می گنجد ایده پیدا کنی. خیلی از مردم در دنبال کردن اولین ایده یا ایده عالی گیر می کنند. ایده‌ای که فکر می کنند مشکل را حل می کند. ایده‌ای که برایشان پاسخ است و آنها را از هر چاله‌ای که در آن افتادند بیرون می کشد و این فشار زیادی دارد. باور این که تنها یک ایده وجود دارد منجر به فشار و دودلی زیاد است. واقعا مطمئن نیستم. نمیخواهم گند بزنم. شدیداً نیاز است درستش کنم. اگر فقط یک ایده بهتر، ایده درست، ایده تمام کننده را داشتم همه چیز عالی میشد. بگذار همینجا بایستیم تا اولین کسی باشیم که این حقیقت شگفت‌انگیز را به تو میگوید. همه چیز عالی خواهد شد. واقعا می شود. زندگی خود را طراحی کنید یک کتاب نیست. یک دوره تقریباً $1000 که فقط برای دانشجوهای استنفورد برگزار میشه. علت تألیف کتاب این بوده که فرصتش برای همه با هزینه خیلی کمتر از $1000 مهیا باشه. هدف من از ترویج این کتاب ترویج شیوه تفکر طراحان است که هر زمان صحبت از یک متد یا اشاره به یک مبحث این کتاب کردم دقیقاً بدونید دارم چی میگم. بدونید گروه کردن یعنی چی. متد تفکر طراحانه باعث میشه دیگه احساس درموندگی یک خاطره دور باشه. تفکر طراحانه شکلی از تفکره که تمام موانع و مشکلات رو تبدیل به سکوی پرتاب میکنه و واقعاً دفترچه راهنمای هر انتخاب توی هر مسیر زندگی. اما این کتاب یک دوره است و نیاز به تعهد داره. به طور مداوم ازت سوال میپرسه و تمرین داره. تا به امروز 10,000 زندگی رو توی کل دنیا زیر و رو کرده. اما اگر وقت یا تعهد لازمش رو نداری خواهش میکنم هرگز سراغش نرو. چون اگر تمریناتش رو با تعهد انجام ندی با کسی که از وجودش هم خبر نداره هیچ فرقی نداری. این کتابی نیست که لم داده بخونی. باید حتما یک دفتر زیبا بهش اختصاص بدی و علاوه بر نوت برداری همزمان هر اون چه ازت میخواد و داخلش بنویسی. تک تک سوالاتش رو شفاف پاسخ بدی. این کتاب بهتره PDF باشه چون قراره مدام همزمان دفترت باز باشه و ما 4 تا دست نداریم. مطالعه کتاب فیزیکی همیشه زمان بیشتری میبره و هیچ چیز با ارزشتر از زمان نیست. اگه زمان بی نهایت بود قطعاً یه روزی یه جایی یه جوری به هلایی باشید.